اگه دانشجوی معماری هستی حتما تو پروسه طراحی به نقطه رسیدی که یک سبک معماری برای خودت انتخاب میکنی که طرحتو پیش ببری تو اون سبک. بعد هرچی جلوتر میری طرحت از اون سبکی که در نظر داشتی هی داره فاصله میگیره و هی ضعیفتر و ضعیفتر میشه. اگه این تیکه پازل معماری رو ندونی حتی نمیفهمی چرا طرحت ضعیفه. این یکی از مشکلات خود من توی طراحی و اتود زدن بود، چون تاریخ سبکی که میخواستم توش کار کنم و نمیدونستم. تو این ویدیو میخوام در مورد اهمیت تاریخ معماری باهات صحبت کنم و از نقطه شروع تاریخ معماری بگم برات. با من همراه باش. سلام، علی هستم. به چنل استودیوی وایدارکی خوش اومدید. ببین، آدم برای اینکه تو هر رشته یا موضوعی بخواد نظری داشته باشه یا توش کار بکنه نیاز داره که تاریخشو بدونه. فرض کن میخوای ساختمون طراحی کنی که کلاسیک باشه. بعد میای چیکار میکنی تو طراحی؟ میای ستون دوریکو میذاری کنار پنجره باروک. خب این چی میشه؟ یه چیزی طراحی کردی که نه یونانه نه روم. اگه شاخه یونانیه داری یونیک کار میکنی یا دوریک یا کورنتی. بعد اگه شاخه رومیه داری گوتیک کار میکنی یا رومانسک. باروک کار میکنی یا نئوکلاسیک. کدومش؟ اگر سبکا رو نشناسی انگار داری با چشم بسته طراحی میکنی. ندونستن اینها نتیجه شده همین بناهایی که سر تا سر شهر میبینیم به اسم نمای کلاسیک. بعد ما فکر میکنیم که نمای کلاسیک بی‌ارزشه، در صورتی که این نمای کلاسیک که ما داریم میبینیم به اشتباه ترین حالت ممکن داره اجرا میشه و طراحی میشه. نمای کلاسیک در جای خودش خیلی هم با ارزشه، به شرطی که درست طراحی بشه. خب خود این که تاریخ رو بخون و بدون، مهمترین مسئلهش اینه که یه لندسکیپ و یک نقشه ذهنی برای آدم ایجاد میکنه که بعد آدم میتونه بعداً پدیده ها رو توش جایگذاری کنه. باعث میشه آگاهانه تحلیل کنیم، بررسی کنیم و بعد به جای اینکه توصیفی یک مسئله رو بررسی کنیم بگیم این اتفاق افتاد، تحلیلی بررسی کنیم بگیم چرا این اتفاق افتاد، دلیلش چی بود و چیکار میتونستیم بکنیم که این اتفاق نیفته. به نظر من دونستن تاریخ باعث میشه که خیلی از این هدفها تیک بخوره. بریم به 20,000 سال پیش، به دوره پایان سنگی، جایی که انسان پیش از تاریخ برای تغذیه‌اش حیوانات رو شکار میکرد و فصل زمستون به غارها پناه میبرد. سال 1879 یه اسپانیایی که عاشق جمع کردن عتیقه‌جات بوده میره غارهای آلتامیرا. یک سری استخوان‌های تراشیده شده و سنگ‌های چخماق پیدا میکنه. بعد چشمش چیزی رو میبینه چشم هیچ انسان متمدنی تا حالا بهش نخورده بوده. قدیمی ترین نقاشی های انسان پیش از تاریخ که مار 15,000 سال قبل از میلاد مسیحه. نقاشی های از حیوانات که انسان پیش از تاریخ 15,000 سال پیش با بهترین دقت کشیده بوده. تا حالا برات سوال شده چرا انسان پیش از تاریخ نقاشی کرده؟ چه نیازی به نقاشی داشته؟ جنبه تزئینی داشته براش؟ نه. بیشتر نقاشی‌های کشف شده از انسان غارنشین تو قسمت‌های عقبی غار بوده، یعنی جنبه تزئینی نداشته براشون. خب دلیلی اصلی این که انسان غارنشین نقاشی می‌کرده این به 3 تا دلیل برمیگرده. اولیش اینه که می‌خواسته به حیوان رو برای همیشه در اختیار خودش قرار بده. برای همینه که تیر و نیزه هم توی نقاشی‌ها هست که توی بدن حیوانات یا به سمتشون پرتاب شده. دوم اینکه به غذای اصلیشون که همین حیواناتن چیره بشن. سوم میخواستن با تکرار و کشیدن زیاد این حیوانات تعدادشون رو بیشتر و نسلشون رو برتر کنن. علاوه بر این نقاشی‌ها یک سری مجسمه ها و سنگ تراشی ها و استخوان‌های تراشیده شده پیدا شده که ما رو همین دوره پایان سنگیه. کلاً تقسیم بندی زمان برای قبل از تمدن بشر 3 تا بخش داشته: دیرینه سنگی، میان سنگی، پاره سنگی. دوره نوسنگی با یه قدم بزرگ شروع شد. آدم شروع کرد به کشاورزی و اهلی کردن حیوانات وحشی. گروهاشون پرجمعیت تر شد و نتیجهش این شد که آدم از طبیعت جدا بشه و دست به ساختمون و تصرف محیط اطرافش بزنه. خانه یا کلبه ساختن از شاخ درختان اولین ساخته بشر بود که مدور و دایره‌ای بود. اونم که به نظر به خاطر مشکلات سقفش بوده. سمت اروپا فرق می‌کرد. اونجا دلمه می‌ساختن.
حالا دلمن چیه؟ میومدن سنگ‌های بزرگ رو بدون ملات روی هم میذاشتن. اینجوری بود که 2 تا سنگ بزرگ رو به عنوان پایه میذاشتن و یه سنگ دیگر رو بالای سرش به عنوان سقف استفاده میکرد. ظاهراً جنبه مذهبی داشته و مقبره طور بوده. کم کم پیشرفت کردن و فرما خاصی به وجود اومد. پیریزی دیوارا رو با قلب سنگ پر میکردن، بعد از گل که شکل اولیه خشت بود دیوار چینی میکردن که نمونه‌اش هنوز توی دهلوران خوزستان هم هست. بریم سمت آناتولی ترکیه، منطقه به وسعت 13000 متر مربع، چاتالهویوک. اولین تلاش‌های بشر برای پیریزی شهری توی این منطقه بوده. بعد از اینکه این نقشه شهر رو دیدم، یک چیزی توجه من خیلی جلب کرد. این بود که هیچ کوچه و خیابونی برای این شهر تعبیه نشده. ساختمون‌ها به همدیگه چسبیدن و رفت آمد از روی پشت بوم انجام میشه. خب ولی چرا؟ دلیل این کار چی بوده؟ وقتی گشتم دنبالش فهمیدم که این کارشون یه امتیازاتی داشته. اولیش اینی که استحکامات بناها خیلی از بناهای تک ایستاده بیشتر بوده. دوم اینکه از لحاظ دفاعی هم باعث قوی‌تر شدن شهر می شده. چون دور تا دور شهر یه حلقه پیوسته کشیده شده بود، اگر یک دشمنی میتونست دیوار خارجی رو بشکنه وارد یه اتاق میشد که بعد مدافعانش هم روی پشت بوم بودن. این از نظر دفاعی خیلی شهر رو قوی میکرد. جالب اینجاست که چاتالهویوک با نقشه قبلی ساخته شده. خونه ها با نقشه یکسان، دیوارهای خشتی و کلافهای محکم چوبی ساخته شدن، اما توی ابعاد مختلف. چاتالهویوک فقط یک شهر نبود، بلکه شروعی بود برای شهری فکر کردن بشر. توی ویدیوی بعدی میخوام درباره سبک معماری صحبت کنم که معماریش واقعا معماری بود. معمارانش طاق آهنگی رو ابداع کردن، زیگورات هایی ساختن که هنوز توی معماری معاصر الهام بخش عظمتشون. اگه تا اینجا ویدیو با من همراه بودی و اهمیت تاریخ معماری رو متوجه شدی، توی ویدیو بعدی منتظرت هستم.